خب دوستان عزیز و مخصوصا طرفداران رئال مادرید، خبر تازه در مورد رودری هافک اسپانیایی منچستر سی و تیمتان. گویا که آقای پرز باز هم به دنبال شام ماهی خود قرار است بره. رودری که نزد هواداران، هیئت و کادر فنی رئال مادرید فوق العاده از جایگاه بسیار بالای برخوردار است. بازیکن 29 ساله‌ای که در سال 2019 با رقم 62.5 میلیون یورو از باشگاه اتلتیکو مادرید اسپانیا راهی منچستر سی شد. در منچستر سی جایگاه بسیار تاثیرگذار برای خودش دست و پا کرد. در نهایت قهرمانی‌های بسیار متنوع مختلف را در لیگ برتر جزیره و همچنین در لیگ قهرمانان اروپا کسب کرد و در نهایت برنده جایزه توپ طلای سال 2024 هم شد. و این بازیکن همونطوری گفتم 29 سال سن داره. پست تخصصیش هافک دفاعی هست. تا 3 ژوئن 2027 هم قرارداد داره و در یک فصل هم 11.5 میلیون یوروی خالص دستمزد از منچستر سی دریافت میکنه. با توجه به رفتن تونی کروس در فصل گذشته و لوکا مودریچ در همین پنجره نقل انتقالات تابستانی از رئال مادرید، شایعات بسیار متنوع در رسانه‌های ورزشی منتشر شد مبنی بر اینکه رئال مادرید به دنبال جذب رودری است و از طرف دیگر خب منچستر سی هم با توجه به اینکه مالک عربی داره و مشکل مالی نداره دیگه این بازیکن را حاضر نشد که برای رئال مادرید واگذار بکنه. گفته میشدن که رئال مادرید از 100 میلیون یورو بالا نمیره. از طرف دیگر منچستر سی نمیخواد که رو واگذار بکنه، چرا که واقعا مغز متفکر خط هافک منچستر سی را تشکیل میداد و دیدیم که در فصل گذشته که مصدوم بود منچستر سی چقدر مشکلات را متحمل شد. و از طرف دیگر خب یک شایعه منتشر شد مبنی بر اینکه رئال مادرید حاضر است که رودریگو ستاره برزیلی خود را و ادواردو کاموینگا ستاره فرانسوی خود را به علاوه 40 میلیون یورو به منچستر سی پیشنهاد بکنه و این بازیکن را جذب بکنه که در نهایت همه این شایعات پایان یافت و هیچ گونه از این شایعات که توسط روزنامه‌های معروف ورزشی منتشر میشد عملی نشد و رودری هافک اسپانیایی در منچستر سی ماندگار شد. و خبری که امروز اکسپرس اسپورت منتشر کرده حکایت از این داره که رئال مادرید حاضر است پیشنهاد مالی خود را از 100 میلیون یورو به 150 میلیون یورو برای جذب رودری به منچستر سی پیشنهاد بده و هنوز معلوم نیست که آیا خلدون المبارک رئیس اماراتی منچستر سی این پیشنهاد را میپذیره یا نه. اما از طرف دیگر یک خبر دیگر هم منتشر شده که برای دور نگه داشتن رئال مادرید از جذب رودری، خلدون المبارک رئیس باشگاه منچستر سی یک بسته پیشنهادی مالی جدید برای تمدید قرارداد رودری تهیه کرده که هم قرارداد از تمدید خواهد شد و هم میزان دستمزد 11.5 میلیون یورویی فعلی از افزایش پیدا خواهد کرد و ببینیم که جنگ بر سر رودری چی میشه. آیا میتونه ایران منچستر سی نگه داره